سوء العذاب، زشت عذاب، بد عذاب، بما کانوا یسلفون، به سبب از که مسلسل مردم منع میکرد. از این خاطر الله میگه ما جزا میدیم. هل ینظرون، یا انتظار ندارن الا مگر انتظار از این گپ داره ان تأتیهم الملائکه، که بیا برایشان ملائکه عذاب بیا یا را از بین ببرد. دیگه چی انتظار داره؟ تمام دلایل، تمام مسائل برش گفته شد. الله برشان جوهر عقل داد، قوتهای درونی وجود هم برش داد، او اسباب و وسایل امکاناتی که توسط از او فهم صحیح الله برش نصیب کرده. پیغمبر هم روان کرد، کتاب هم روان کرد، تمام مسائل با دلایل برش بیان میکنه، اما نمیپذیره. یا انتظار نداره الا ان تأتیهم، مگر انتظار ازیر داره که بیا برشان الملائکه ملائکه عذاب، او یاتی یا بیا ربک پروردگار تو، امو رقم که لایقشان الله بیا و یا تبا شود. او یاتی بعض آیات ربک، یا بیا برز یا بعضی نشانه های عذابی پروردگاری تو، بازوج چیخ و فریاد بزنن. یوم یاتی بعض آیات ربک، روزی که میای بعضی علامات عذابی پروردگاری تو، یا او علاماتی که دیگه تو توانمندی نداری در اینجا زندگی بکنی، حالتی غرغر است، یا آفتاب از طرف مغرب طلوع بکنه، اونجا باز چی میشه؟ لا ینفع نفسا ایمانا، اج نفس ایمان آوردنش برش نفع نمیرسانه. چرا؟ حالت استقرار شد. ایمان اختیاری معتبر است. در او زمان نشانه های قیامت برشان در نظرشان میآید، اونجا ایمان جبری میشه. ایمان اختیاری معتبر است نه جبری. یا ایمان بالغیب معتبر است نه بالمشاهده. اونجا که عذابای الله را به چشم سر میبینه، انسان در حالت جان کندن بعضی از منظرهای عجیب و هیبتناک او جهانم برش پیش میشه، از او خاطر ور خطا میباشه، عرقا سرش میریزه. علت ایسته اونجا اگر ایمان میره، ایمان نفع نمیرسانه. از او خاطر الله میگه لم تکن آمنت، لا ینفع نفسا، نفع نمیده یک نفس ایمانها ایمانش. لم تکن آمنت که نبود ایمان می آورد من قبل و پیش ازی قدر وقت و عمرت تیر کرد، وی هوشیار نبود، بنده هوا هوس مادیات دنیا این طرف و طرف ما حول و محیط، بنده چی؟ عنعنات پدرها و بابا و اجداد. اینه میگه پاره پشتش میدوید، امروز چشمش باز میشه که ها کدام طرف روان هستم. این نصیحت ها برای کی بود؟ او کسبت فی ایمانها خیرا، این نفع نمیرسانه یک نفسه. چی؟ کدام نفسه؟ لم تکن کسبت، که نباشه که کسب کرده باشه، فی ایمانها در ایمان خود، خیرا عمل نیکه. اینجا مراد از خیر یک توجیه است. یا کسب نکرده باشه فی ایمانها در ایمان خود، خیرا توبه را، یعنی نفع برش توبه در این وقت نمیرسانه. چرا؟ توبه پیش از غرغره، پیش از برآمدن آفتاب از مغرب در او وقت معتبر است. یک توجیه است. دوم توجیه، لا ینفع نفسا، از سر نفع رسانده نمیتونه، از بیخ. ایمانها ایمان آوردنی مردکه، لم تکن آمنت که نبود که ایمان می آورد من قبل و پیش ازی، بلکه آلی اظهار ایمان نمیکنه، آلی ایمان با درد نمیخوره، از بیخ برش نفع نمیرسانه. یا خو لا ینفع نفسا، نفع نمیده نفسه. لم تکن کسبت، که نبود که کسب میکرد، فی ایمانها در ایمان خود، خیرا عمل صالحه، لیکن این نفع کامل نمیرسانه، مطلقی نفع میرسانه. چرا مطلقی نفع ایمانش میرسانه؟ لیکن چون که خیر انجام نداده، عمل انجام نداده، از خاطر این در جنت اولا داخل شدن نمیتونه تا وقتی که یک عمر در جهنم تیر کنه. چرا که عمل خیر نداره، تنها ایمان عقیده داره، عمل نداره. از همون خاطر عالی نفع کامل برش نمیرسه، مطلق نفع میرسه. چرا که ایمان سبب نجات در آخر و انجام، سبب نجات از چیست؟ جهنم، در جنت میره. این دو توجیه میشه. این رد بالای معتزله و خوارج است. و میگن اگر کسی گناه کبیره را مرتکب شد، بس دیگه نعوذ بالله جهنمی ابدی است. لیکن ما خو حدیث ها را خواندیم، آیات هم دلیل بالای عزیز است که کسی که یک بر اندازه دانه اسفند ایمان و عقیده صحیح در قلبش باشه، آخر الامر از جهنم میبره. چرا که الله سفارشی را امر میکنه که بکشه از جهنم کسی که در قلبش به اندازه یک دانه اسفندم عقیده صحیح باشه، ایمان باشه، او را بکشه. خب کسی که عمل نیک انجام نداده،
او دیگه دخول اولی در جنت نداره، ایمانش نفی کامل نرساند. مطلقی نفی رساند خود کامل نه. نفی کامل وقتی میشد که بالکل بریزی چی میشد؟ در اول در جنت داخل میشد. یک دوم سوم ترجمه بعضی مفسرین میتور میکنن لا ینفع نفسا نفع نمیده نفس ایمان و ایمانش لم تکن آمنت که نبود که ایمان می آورد من قبل و پیش ازی. این ایمان خو کلگی میگه که نفع نمیرسانه. او کسبت یا ایمان خو آورده خو لم تکن کسبت نبود که کسب میکرد فی ایمان یا در ایمان خود خیرا خیره. از او جمله حتی نماز یک مرتبه مدا نکرده ایمان معتبر نیست. چرا؟ ایمان مرکب از سه چیز است: تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا. این مرد که عمل به اعضا را یک دانه عمل هم انجام نداده، از او خاطری محض اقرار زبانی این برش کفایت نمیکنه. قل انتظروا، بگوی پیامبر علیه السلام و این مردم بگوی تا که ای قدر دلایل واضح برایتان واضح شد، بیان شد، شما چرا کتاب الله را نمیپذیرید، دستوراتش، دعوت پیغمبر دیگه از این کده کدام دلیل شما طلب دارید؟ حالی مردم خجور نمیشه، رای ضد و عناد در پیش گرفته. الله میگه قل انتظروا، بگو پیامبر علیه السلام شما انتظار بکشی، انا منتظرون، ما انتظار کشیده نیستیم، لیکن انتظار شما به ایسته، شما انتظار بکشی که عذاب الله کی میاد، ما انتظار میکشیم که ببینیم که چه قسم عذاب میشه. ان الذين فرقوا دینهم، یقینا کسانانی که ټوټه ټوټه کردن، پارچه پارچه کردن دین خدا، تقسیم تقسیم کردن، هر دل نام سرش ماندن، و کانوا شیعا هسته، جماعت جماعت، گروه خدا جور کرده. الله پیغمبر میگه لست منهم، نیستی تو از جمعی از یا فی شیء، در هیچ چیزی از یا کدام تعلق قطش نداری، هیچ رابطه قطعی از یا نه، هیچ نوع تعلق قطعی تو مردمان نداشته باش. یک لست منهم فی شیء، نیستی تو از یا فی شیء، در هیچ نوع ذمه‌واری، یا خودشان گرفته دین ټوټه ټوټه کرده، فرقه فرقه خدا جور کرده، یکی دیگه خدا بد میگه، فتوای کفر میده، تو قطعشان تعلق نداری هیچ. یا نیست الزام بالای تو که چرا یا تور شدن، چرا تو خود بیان کردی دینه برشان، او دینی را آورده بودی که یارا یک جا بسازه، نکی متفرق و جدا بسازه، خود تفریقه کردن. انما امرهم، یقینا کاری از یا سرنوشتی از یا الله، بسوی الله است. ثم ینبئهم، بعد از الله خبر برش میده بما کانوا یفعلون، به سبب او چیزایی که یا انجام دادن. صفت تفرق و تفریق در یهود و نصارا موجود بودن، دل دل جور کرده بودن، یک یهودیت چندین یهودیت. نصرانیت شما تعالی را خبر داره، 4 قسم نصرانیت است: ملکانیه، یعقوبیه، نستوریه، 3 طایفه خوالی است. 4 قسم انجیل، 4 اناجیل فعلا داره. زد دین الله را ټوټه ټوټه کرد، هر کدامش فرقه فرقه شد. اگر چه آیت در مورد یهود، نصارا، مشرکین مکه است، دین اسلام برشان آمد، دینی وحدت نپذیرفتن، دینی که یارا یک جا میکرد، کلگی را در یک تار بسته میکرد، این دین گذاشتن. امون نعوذ بالله نظریات آبا و اجداد خود برای خود دین جور کردن، فرقه فرقه، گروه قوم قوم، قبیله قبیله، یکی با دیگه بزنه. خو لیکن حکم آیت عام است، به کدام طرف گریخته میتونیم؟ مذاهب بگوی ان الذين فرقوا، یقینا کسانی که ټوټه ټوټه کردن، پرچه پرچه کردن دین هم، دین واحد خدا که اسلام است، پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله است، یا گرفتنی را 4 ټوټه کردن، 5 ټوټه کردن. یک ټوټه شیعیت است، شیعیت در بین خود 70 فرقه جور شده. بعد از او اهل تسنن 4 ټوټه، حنبلیت و شافعیت و مالکیت و حنفیت. کی گفت که دین 4 ټوټه است؟ و هر کدامشان فکر کردن که امی چیزی که ما عمل میکنم پوره دین است، مکمل دین است. اگر امی مذهب تو مکمل دین باشه، خیر 3 مذهب دیگه از دین خارج است، کلش بی دین است. اگر نه که کلی دین قطعی تو نیست، خود تو دینی تو ناقص است، خیر برو از وام یک کمی را بپذیر. این گپی خیلی زود انسان میفهمه، یک کمی که تعصب و ضد نداشته باشی گپ بالکل میفهمی که یقینا چطور است. اختلاف ما در کجا رسیده؟ متقدمین هم اختلاف داشتن، صحابه هم اختلاف داشتن، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم در بین اختلاف داشتن. چی رقم اختلاف؟ زمانی که مسئله حق واضح میشد،
دستی پیروی میکردن. یکی دیگه خدا لعنت و بد نمیگفتن که فقط ما سری حق هستیم دیگه باطل است، و طوری نبود. بلکه امام ابو حنیفه رحمه الله امروز شاگردای خود اختلاف داره در 3 حصه مسئله، در 1 حصه مسئله 2 حصهش اگه اتفاق داشته باشه 1 حصهش خامخا اختلاف. چقدر مسائلی که امام صاحب گفته، اگه 3 لگ مسئله را گفته در 1 لگ شاگردا قطعش اختلاف داره. چرا اختلاف داره؟ دلیل امام ابو حنیفه و استادشان برشان ضعیف معلوم شده، حدیث قوی برشان آمده. مثال براتان میگم، نماز پیشین وقتش فقط 1 مثل غیر از سایه اصلی که 1 مثل شود دیگر داخل میشه، پیشین خلاص میشه. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه نه 2 مثل شود، لیکن شاگردایش قطعش نیست. چرا؟ اونجا 1 حدیث نه بسطها حدیث است که قول امام ابو حنیفه رحمه الله رد میکنه، هیچ سازگار قطعش نیست. ناچار شدن وام گفتن بلی نه 1 حصه سایه شود. اینی را اتباع میگه، تابعداری دلیل، تابعداری شخص نمیکنه. شاگردای امام ابو حنیفه رحمه الله پشت امام ابو حنیفه روان نیست. در جای پشت امام قطع امام ابو حنیفه رحمه الله موافق است که گپش با قرآن حدیث سازگار موافق است، که نیست رای مخالفت را پیش گرفته. امروز این مردم، این ملای ما چرا می گپ نمیفهمن؟ مردم ها متهم میکنه، عجیب است. حالا می گپ نمیفهمن. امروز زمین فرقواریت در کدام سرحد رسیده؟ و کانو شیعا هست گروپ دلدل هستن. در مکه مکرمه 4 مصلا بود، 1 نماز دیگر 4 دفعه خوانده میشد. 1 دفعه در مذهب امام شافعی، دیگر دفعه در مذهب امام مالک، دیگر دفعه در مذهب احمد ابن حنبل، دیگر دفعه در مذهبی که امام شافعی، امام ابو حنیفه 4 مصلا 1 نماز 4 دفعه خوانده میشد. کدام شخص از بین برچه ماشاءالله متحد کرد دعوت به قرآن حدیث داد؟ محمد ابن عبدالوهاب. حالی چرا 4 کل علما، حالی دیگه مذهب علما نداره، میاد در عربستان پشتی بلای عربستان اقتدا میکنه و باید رای مخالفت را پیش بگیره. در هر موسم حج اینطور نیست که به هزارها علما از گوشه دنیا نبیاد، بزرگترین علما آیا و اقتدا پشتی امام حرم نمیکنه؟ به خود نماز میخونه. بلی کلی ملا و امامایی که از دنیا میه و این قدر شیخ الحدیث و قرآن نمیفهمه، کلی از یا گمراه است. خو 1 طایفه که در افغانستان است، مریدای 1 پیر است، این نمیا به حق هستند، خیر و خلاص. دیگه کلی مخلوق 1 طایفه ناجی است در جنت میره، و هم در افغانستان. از کجا؟ نه قرآن میفهمه، نه حدیث میفهمه، نه دین خود میفهمه. مردم هم فتوا میده که دور بده نمازایتان پشت از هم نخوانید. آخر خود تو مسلمان الله عقل داده، اگر تو حالی هم نمیفهمی به الله قسم از تو که ده احمق دیگه کس نیست، از این که ده حماقت دیگه نیست که جهان علمای جمع میشه پشتی مولای امام حرم نماز میخونه و 1 نفر تو را فتوا میده که نماز نمیشه، نماز تا دور بده. در جای از این که ده حرم بری نماز 1 لگ نماز شوه، ده امارا خوانده رویسته، ده اتاقا بیچاره ریسته فیدار فریب داده رویسته. افسوس است که باز حج اوقاف معلمینی را روان میکنه که امیر کم نظریات و عقیده داشته باشه، جمع در بین صلاتین نمیکنه، مردم اما نمیکنه. آخر به حدیث پیغمبر چی جواب داره؟ پیغمبر با این مجمعی صحابه جمع در بین 2 نماز کرده، پیشین و دیگر را 1 جای خوانده، شام و خفتن را 1 جای خوانده. شما چرا نمیخوانی؟ از پیغمبر که در بالاستی؟ پیغمبر که نماز خواند امروی اهل مکه 1 جای خوانده بود یا تنها مسافرها بودن؟ امروی اهل مکه بود. او به خاطر از این نیست که مسافر است یا مقیم استی، اونجا جمع 1 حکم حج است. در حج طور مسائل میشه که خلاف عادتیت است، خلاف فکر و طبیعتیت است. لیکن همین معلمین حج اوقاف و مردم چی میکنه؟ از جمع بین صلاتین منع میکنه، میگه اقتدا نکنی. عجیب است، والا بسیار زیاد عجیب است. مذهب به نام مذهب الله تبا کت مردم از دین به دین کردن. مردم که حالی میگینی میگه بله حدیث خو هست، مذهب نیست. مذهب پیشون خیلی قوت داره، خیلی اهمیت داره. حدیث خو هست، پیغمبر خو گفته، خو امام ابو حنیفه رحمه الله نگفته. مرتبه پیغمبر بالا شده، مرتبه امام ابو حنیفه شما بگوید. مرتبه امام ابو حنیفه را سر پیغمبر بالا کن. ما توهین امام ابو حنیفه رحمه الله را نمیکنیم و خودش مخالف این نظریه است. در روز قیامت معلوم میشه که چی فریاد بزنه که یا الله ما خو گفته بودم اذا صح الحديث فهو مذهبی.
ما این گفت نگفته بودیم که مردم فرقه را جور کنه تاپا زده بره، دعواهای غلط و دروغ هم بکنه که عیسی علیه السلام هم پایین شوه. در مذهب کیست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. عجیب گپ است. صریح آیت قرآن کریم است. این آیت سری کی تطبیق میشه؟ مستاقش کی میگرده؟ نمیتونیم که بگیم که آیت تنها برای یهود و نصارا است. هر کسی که است. چرا؟ قرآن طور نگفت که ان الیهود و النصارى فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء. یهود و نصارا فرقه ٹوٹا کردن دین خدا و گروه شدن. تو هیچ نوع تعلق و رابطه برای ازوا نداری، چرا که دینی تو دینی وحدت و اتفاق است و دین ازوا یکدم ټوټه تفریقه شده. نه، قرآن کریم به کلمات عام گفته ان الذين یقینا کسانانی که اگر در او زمان است، این زمان است تا روز قیامت است، هر کس کی است انکار کرده نمیتونه. آیت قرآن است، صریح آیت قرآن است. چی گفته؟ فرقو جدا کرده دین هم دین خدا. اسلام یک دین است یا 4 دین؟ اسلام چند دین است بگویید؟ اسلام یک دین است. 4 دین جور کرده شده نکرده. و کانوا شیعا بازه جدا خو کرده، باز گروپ است. هر کس همون مذهب خود دینی کامل وحی آسمانی میدانه، از دیگر چی میکنه؟ باطل اعلان میکنه. برو بخیر. الله به پیغمبری خود میگه با این طور گروه ها تو هیچ نوع رابطه و تعلق نداری. لست منهم، نیستی تو از یا فی شیء، در هیچ چیزی از یا هیچ نوع رابطه نداری. چرا؟ دینی تو دینی وحدت است، اتفاق است. گروه های پراگنده را جمع کردی. سالا اوس و خزرج زده بودن، به واسطه اسلام با هم برادر شدن، فضای اخوت در بینشان حاکم شد. کلگی را در رشته اسلام داخل کردی. حبش از او بلال از او طرف، بگوی سلمان از او طرف، صهیب از او طرف، یکی از فارس دیگه، از روم دیگه، از حبش، کلگی در یک چتر داخل شد. یا میگیرن جدا کردن شد. اسلام تجزیه قبول داره یا نداره؟ اسلام تجزیه قبول داره؟ تجزیه کردن. ببینیم خیلی چطور؟ والا یا مذهب از بین نبره، مذهب به قبول نداره. مذهب کی رو میگه؟ راه و روش میگه، راه و روش پیغمبر. در مذهب کیستی؟ مرا پرسان میکنه در مذهب کیستی؟ امام اعظم رحمه الله. کدام امام اعظم؟ امام اعظم بزرگترین امام کسی است که پیغمبران را امامت داده باشه. کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امام است. امام اعظم است. تو دعوای ناحق داری امام اعظم است. کلی علما پشت امام. امروز ملای حرم باید خود امام اعظم بدانه. چرا؟ کل دنیا میاد پشتیشی میکنه، اقتدا میکنه. نه اینطور نمیکنیم. از انصاف کار میگیریم، هر کس حق میدیم. خب فکر میکنیم. شخصیت پرستی این شرک است، تنظیم پرستی شرک است، قوم پرستی شرک است، منطقه پرستی شرک است. او قرآن آمده برای محو شرک. اولین اعلان هر پیغمبر چیز؟ ضد شرک است. اما تو شرک پیش میبریم. ملا مستی. عجیب است. انما امرهم یقینا امری از یا کار و کاروایی از یا الله، بسوی الله سپرده شده. غم نکو. ثم ینبئهم، بعد از او خبر میده بما کانوا یفعلون، با آن چیزی که انجام میدادن. سوال میکنه که چطور بود؟ رای پیغمبر ترجیح داده بودی یا رای امام شافعی رحمه الله؟ کدامش ترجیح داده بودی؟ ها؟ الله سوال میکنه. ما تو را مامور ساخته بودم که پشت امام شافعی رحمه الله در نظر و در فکر از او برو، یا ما تو را گفتم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. الله اکبر. چقدر رحمتی وسیع الله متعال. من جاء بالحسنه، تو را کی پیدا کرده؟ الله. استعداد برات کی داده؟ الله. جوهر عقل کی داده؟ الله. امکانات و توانمندی را کی داده؟ الله. طاقت کی داده؟ الله. راهنمایی به کار نیک تو را کی کرده؟ الله به واسطه پیغمبرای خود، وحی خود. کلی گپارا الله برات داده. بازم از تو مطالبه میکنه مطابق دستور کتاب الله قدم بگذار. یک چیسته یک نیکی انجام بده. این کاری نیک است. فله عشر امثالها، بری مردکت 10 مثالش. از الله که در رحمان ذات دیگر است. کلی گپار الله برات آماده کرده. باز میگه فقط قدم موافق دستور کتاب بگذار، برای تو 10 چند ثواب داده میشن. انسان تو قدری تمیشناسی، میفهمی که تو کیستی، الله چی احساناتی سرت کرده. ها؟ این طور است. یک نفر خانم بده، زنم برش بگی، امکانات مادی هم برش بده، مال و منال هم برش بده،
کل چیزایش مهیا کن. باز در این قدر زندگی که تو دادی برش بگوی که بیا فقط در فلان ساعت تو در سرک بیا روی تا طرف قبله که اینی قسم استاد شد و اینی عمل انجام بده خلاص.